ها واقعا سلام عرض کنم. امیدوارم حالتون خوب باشه، انشاءالله که خوب و خوش و خرم و سلامت و تندرست هستید. من ارادتمند شما هستم، ستار دلدار از شمال کالیفرنیا، از جنوب شهر سان فرانسیسکو، از به اریا سیلیکون ولی و طریق شبکه جهانی تلویزیون ملی پارس در خدمت شما خانم ها و آقایان بسیار عزیز و نازنین و گرامی هستم. اول معذرت میخوام به دلیل این سرماخوردگی که تقریبا یک ماه من ول نمیکنه، یعنی واقعا از تانکسگیوینگ شاید یک ماه و یک هفته است که خوب میشه دو مرتبه مریض میشم. یکی دو جلسه نبودم، مزدم به نظرم کاملا موجه بود. الان به زور اومدم چون حوادثی رخ داده که دیگه بیماری و زندگی و عمر و این چیزی که ارزشی نداره. فکر نکنم من دارم شعار میدم. برای بسیاری از شما هموطنان عزیز شرایط به گونه است که شرافتتون، وجدانتون اجازه نمیده حتی زندگی کنید، به زندگی ادامه پیدا کنه براتون و زندگی براتون تموم شده. از جمله برای یک جوان، حالا من نمیتونم بگم قهرمان نیست چون مخالف موافق زیاد پیدا میکنم، ولی یک انسان که از جان خودش برای ایران گذشت، به عنوان کسی که فریاد مظلومانه ملت ایران رو در این تشخیصات که خودش رو بکشه. محمد مرادی هفته پیش در شهر لیون خودشو در رودخانه ران انداخت. قبل از اینکه خودکشی کنه یه ویدیو، یعنی در واقع دو تا ویدیو، یه ویدیو به زبان فارسی، یک ویدیو به زبان فرانسه منتشر کرد در اینستاگرامش، درست قبل از اینکه بپره تو آب و خودکشی کنه. گفت من نمیتونم. یه قصه از سعدی آورد که در آتش سوزی بغداد همه مغازه آتش گرفتن، مغازه یک نفر آتش نگرفت. این شروع کرد نماز خوندن و از خدا تشکر کردن که مغازه این آتش نگرفته و بهش گفتن که پس تو در غم دیگران هیچ گونه احساسی نداری، تو که از مهنت دیگران بیخبری نشاید که نامندن آدمی از اونجا نشأت میگیره. و محمد مرادی میگه که میخوام خودم بکشم، میخوام با سر برم توی آب، چون ارتفاع من اونجایی که ایستادم با رودخانه ران تقریبا 10 متره و اگر انسان از ارتفاع 10 متری بیشتر بپره تو آب، با سر بپره، مهرهای گردنش خورد میشن و در واقع اون احساسی رو میکنن که آدمایی که اعدامشون میکنن که مهرهای گردنشون بالای تنابه دار میشکنه. میگه با سر میرم تو آب چون که چشم از حدقه در میاد، درست همون جوری که اینا با گلوله ها آدمکشان جمهوری اسلامی به چشم مردم شلیک میکنن. میخوام احساس گردن خورد شدن و چشم در اومدن احساس کنم در آخرین لحظه مرگم زندگی. و میگه من دیگه باز برم، من دارم رنگین کمان کیان رو میبینم، کیان پیرفرج. محمد مرادی خودش کشت و همون شکلی که نوشت و الان ببینیم که لحظاتی قبل از مرگش در ویدیو که به زبان فرانسه و به زبان فارسی گفته چی گفته توی این ویدیو نگاه کنید. سلام، این یه ویدیو برای خودکشی من قراره وقتی که شما این ویدیو رو میبینید درون این رودخانه غرق شده باشم. منتها این یه خودکشی به خاطر مشکلات شخصی و چیزای شخصی نیست. هدف من از این خودکشی کشوندن توجه اروپایی‌ها و کشورهای اروپایی و مردم غربی به مسئله ایرانه. در واقع من دیگه حاضر نیستم این زندگی با خفت رو چه در خارج و چه در داخل ایران ادامه بدم. با اینکه اینجا درآمد خوبی داشتم و دارم، با اینکه زندگی آرومی دارم، با اینکه هوای پاکی دارم، با اینکه مردم اینجا خیلی متمدن و
منطقی اند در برخورد با دیگران، با اینکه پلیس و سیاستمدارای اینجا خیلی منطقی تر از سیاستمدارای کشورمونن، ولی هیچ کدوم از اینا دلیل نمیشه که من چشمم رو به مسائل ایران و مشکلات هموطنان ببندم. بنابراین من مرگ رو به این زندگی با خفت برای کشورم ترجیح میدم و امیدوارم مرگ من توجه دست کم بخشی از رسانه ها در خارج از کشور رو به خودش جلب کنه و همینطور امیدوارم این پیامی باشه به مردم ایران که فکر نکنند ایرانیان خارج از کشور در غم اونها شریک نیستند و اگر پیش بیاد نخوان جانشون رو برای اونا فدا کنن. جان من 1000 بار فدای جان قربان ایران و مردم ایران بشه. بنابراین من جانم رو در این راه فدا میکنم. هیچ بیماری روانی و مشکل روانی ندارم، صرفاً غم از دست دادن مردمم و در این حال انجام یه عمل حماسی در مقابله با ابتذال زندگی و به لجن کشیدن عشق و مفاهیم مهمی مثل انسانیت و کرامت انسانی برای من یک دغدغه خیلی خیلی مهمه که حاضرم جانم رو براش فدا کنم. زنده باد آزادی، زن، زندگی، آزادی. شما پیروز هستید و جان کسانی که در این راه جانشون رو فدا کردند هدر نخواهد رفت. این خونها هدر نخواهد رفت و ما به این ایمان داریم. غمگین نباشید و شادی کنید که روز پیروزی نزدیکه. نه آقای مرادی نمیشه شادی کرد. آقا مرادی غم گرفته منو. آقا محمد مرادی تو یه کاری کردی کارستان، تو نشون دادی که جان انسانها برای آزادی ارزش نداره. تو فقط حرف نزدی، تو فقط شعار ندادی. نمیدونم چی بگم. شاید روز شادی بیاد، اون موقع شادی میکنیم، ولی الان نمیتونیم. آقا مرادی واقعا اصلا نمیتونم حرف بزنم. خانمش نوشته که محمد جان چرا این کاری کردی؟ عزیزم چرا این کاری کردی؟ زندگی من نابود کردی. راست میگه، زندگی اون دختر جوانم نابود شد. آقای شهرتی من از جناب خواهش میکنم عکس خانم محمد مرادی که در کنار خود محمد مرادی هست تو فیسبوک من هست، تو همون آخرین پستی که من گذاشتم، اگر نشون بدید سپاسگزارم. محمد مرادی 38 ساله بود، داشت دکترا رو میگرفت، مدرک دکتراشو میگرفت و حالا قراره که روز یک شنبه یک تظاهرات بزرگی در لیون، همون شهری که در واقع محمد مرادی به خاطر من و شما، به خاطر آزادی من و شما خودکشی کرد، در اونجا یک راهپیمایی تظاهرات بزرگی بشه. شنیدم که مردم دارن آماده میشن از شهرهای مختلف فرانسه که نه تنها بلکه از کشورهای همجوار دارن به سوی لیون حرکت میکنن. روز یک شنبه تظاهرات بزرگی خواهد بود. این تصویری که مشاهده میکنید یکی از آخرین تصاویر محمد مرادی و همسرشه. رفت و سرش تنها گذاشت. تقریبا 4 سال که نمیشه، 3 سال 4 ساله اومده بودن لیون. 4 سال 2019 با هم ازدواج کردن. یه زن شوهر جوان بودن، تازه ازدواج کرده، اما خب زندگی رو اینجوری به باد. یکی از دوستانش زنگ زده روز قبلش، یکی از دوستانش در یه شهر دیگه گفته این کارو میخوام بکنم. دوستش میگه ما هر چی تلاش کردیم تلفنی، من، مادرم و خواهرم فشار آوردیم که نکنه این کارو بکنی و به هر حال
حرف ما گوش نکرد و ما فکر کردیم که منصرف شده، ولی که اون آخر لحظات من متوجه شدم که درسته میگه خیلی خوب خیلی خوب، اگه خیلی خوب باش جدی نیست و این تصمیمشی گرفته. روزی که خواست خودش تو آب بندازه چند نفر اونجا بودن خواستن جلوشو بگیرن، میگن نتونستیم، خیلی با اراده و مصمم تصمیم خودش گرفت و نمیشه جلوش گرفت. تا بهش نزدیک شدیم خودش انداخت تو آب و جسد مبارک و متبرک محمد مرادی، مرد آزاده، مردی که جونش به خاطر آزادی داد، در لای ریشه های درخت های کنار رودخانه ران پیدا شد. آتش نشان‌ها تقریبا بعد نیم ساعت که از خبر درگذشت و خودکشی محمد مرادی گذشته بود به محل رسیدن و جنازه رو تونستن از آب در بیارن. یعنی نیم ساعت بعد از که خودش انداخت تونستن جنازه رو از آب در بیارن. به هر حال این یکی از انسان‌های بزرگ قرن ماست و جالب اینه که، یعنی جالب که نه، تأسف با اینه که در روزنامه جمهوری اسلامی هم نوشتن که خودکشی به ظاهر سیاسی، چون دشمنان ملت ایران نتونستن، دیدن که موفق نمیشن، حالا دچار افسردگی شدن و دارن خودشونو میکشن. خودکشی از این دسته. ببینید چقدر احمقانه. در حالی که نگاه میکنیم با قول محسن هاشمی که از رؤسای شورای عالی شهر تهران بوده، شهرداری، میگه که ما در تاریخ خاطرمون نیست که اجماع جهانی علیه یک دولت و یک کشور به این شکل باشه. دیگه از خودشون میگه تا حالا نبوده که ببینیم که دنیا علیه یک کشور باشه، حتی در نمیدونم در مورد حقوق بشر، در مورد لیبی، در مورد عراق، در مورد سوریه، در مورد فلان این جبهه‌ای که جلوی جمهوری اسلامی گرفتن دنیا نگرفته بوده و این برای ما عجیب و خطرناکه. خیلی خب، تصویری که مشاهده می‌فرمایید الان روی خط اومدن جناب آقای هوشنگ اسدی هستن در پاریس. آقای هوشنگ اسدی من غافلگیرشون کردم حقیقتا. دوست نازنینم، معاون سابق روزنامه کیهان، روزنامه پرتیراژترین روزنامه مملکتمون قبل از انقلاب، مرد سیاسی، مرد مبارز، هوشنگ خان اسدی الان هستن و من چون موضوع رو بهشون در میون نذاشته بودم که بخوام در مورد چی سوال کنم ازشون، اجازه بدید که حالا که موضوع رو فهمیدن چند تا پیام بازرگانی با هم دیگه ببینیم و برگردیم و نظر هوشنگ اسدی که در پاریس در فرانسه است و این حادثه سر اونجا رخ داده رو جویا بشیم. با ما باشید. Prestige, honor, excellence. These are the attributes of the ideal attorney who is sought out by their peers and clients alike. The National Association of Distinguished Counsel has selected the top 1% of practicing professionals in the legal industry. Through the most extensive and rigorous research process available, candidates are nominated by their peers and identified by a team of trained researchers. Nominees' qualifications are scrutinized by a thorough review process. They are vetted by a panel of attorneys with podium status from independently neutral organizations. Finalists are selected by a judicial review board as exhibiting virtue in the practice of law. The result is an elite class of advocates. This attorney has earned designation as the top 1%. رستوران و سوپر یگانه محلی در سن‌حوزه که صبحانه، املت و هر روز حلیم و کله پاچه با نان سنگک داغ سرو می‌کند و هم ساندویچ های سرد و گرم در کنار شیرینی های ایرانی با قهوه و کاپوچینو. ضمناً کلیه مواد غذایی آشپزخانه کدبانی ایرانی فراهم شده است. نشانی 3275 استیونز کریک بولوار. تلفن 408 666 1229. نشانه موفقیت پایداری است و نگین با نیم قرن سابقه قدیمی‌ترین رستوران ایرانی سن‌حوزه منتخب شما به عنوان ارائه کننده خوشمزه ترین کباب‌ها و خورشت‌ها با گوشت ذبح حلال و شنبه شب‌ها به همراه موزیک زنده و دیجی. تلفن 408 866 6400.
کافه قنادی بیبی. حرف آخر در ارائه شیرینی‌های خشک و تر ایرانی، کیک‌های عروسی و تولد، انواع ساندویچ‌های ایرانی و آب میوه تازه با مدیریت ایرانی. کافه قنادی بیبی در تقاطع ساراتوگا و بلوار کایلی. تلفن 408 247 48 88. شهرت و موفقیت بختیاری آتو گروپ نتیجه عرضه بهترین اتومبیل‌ها و قیمت‌های استثنایی و سرویس کم نظیر مدیران و چند صد کارمند و فروشندگان ایرانی. بختیاری آتو گروپ در شمال و جنوب کالیفرنیا. سوبارو آتبک در استیونز کریک سوبارو سن هوزه و پوینتل هیل. اتومبیل نیسان آلتیما در استیونز کریک نیسان سن هوزه. اتومبیل اینفینیتی در استیونز کریک اینفینیتی سن هوزه. هاندا آکورد در هاندا آف هالیوود. اتومبیل فورد فور ویل درایو در هانتینگتون بیچ فورد. برای تهیه بهترین اتومبیل ها هوندا، نیسان، فورد، اینفینیتی و سوبارو از شعبه ها و نمایندگی های ما دیدن فرمایید. دایموند، پرستیژ و زیبایی، همه در مجموعه جواهرات دیوا آف لهایا. کلکسیون استثنایی برای عروس خانم ها و شاه داماد ها. خرید طلا، تعمیر جواهرات، قیمت گذاری. نمایشی از بهترین ساعت‌های مشهور جهان. آدرس 3911 استیونز کریک بولوارد، سانتا کلارا. تلفن تماس 408 241 3755. Unique, sophistication, and elegance, all with our one-of-a-kind handmade shawl and wraps. 818-207-5701. 818-207-5701. Something special for you and your loved ones. صدف یکی دیگر از بهترین های خود را به شما معرفی می کند. صدف thins یا نانهای ترد و نازک صدف در سنو، سسمی سید، آلمند و فلکس سید، بدون شکر و بدون پرزرواتیو، خوشمزه، مغذی و سالم. حتما امتحان کنید. صدف thins یا نانهای ترد و نازک صدف برای تمام اوقات. بله، انتخاب صدف انتخاب بهترین هاست. خب آقای هوشنگ اسدی، ما مشکل تصویر صدا باشو داشتیم، حالا تصویر فراموش کردیم، رفتیم سراغ صدا. بنابراین با صدا با ایشون در تماس هستیم. در فرانسه هستم و صحبت از یک انتشار یک شماره عجیب و غریب برای نشریه فرانسوی میکردن که چون صداشون مفهوم نبود زیاد، حالا میخوام از اول ایشون خواهش کنیم که بفرمایید چه اتفاقی امروز صبح در فرانسه افتاده. در خدمتتون. بله، من مجددا سلام میکنم. اتفاق بی سابقه، حداقل تا اونجا که من میدونم، در تاریخ مطبوعات جهان حتی رخ داد و اون انتشار ویژه‌نامه مجله طنز شارلی ابدو به زبان فرانسه، یعنی هفتگی. این یه مجله قدیمی و معتبر و بسیار پرتیراژ فرانسه است که وقتی از حالت ملی به حالت جهانی تبدیل شد که در ژانویه 2015 افراد مسلحی که بعدا معلوم شد تروریست‌های اسلامی هستند به دفتر مجله حمله کردند و 12 نفر رو به مسلسل بستند، از جمله 5 سردبیر ارشد نشریه شارلی ابدو رو. گناه اینا این بود که یک کاریکاتور
از پیامبر اسلام شیشته بودن و اونها در حالی که تیراندازان ماسک سیاه داشتند و مسلح به سلاح سنگین بودند با فریاد الله اکبر به دفتر مجله ریختند و همونطور که گفتم 12 نفر رو ترور کردن که همش از بهترین روزنامه‌نویسای فرانسه هم در بینشون بودن. این به واکنش بین‌المللی به واکنش ملی در فرانسه و واکنش بین‌المللی در جهان حل شد. تظاهراتی که انجام شد 3 میلیون نفر در پاریس به خیابان اومدن و همه شعار میدادن من شارلی ابدو هستم. از اینجا نشریه شارلی ابدو یک جهت در واقع بین‌المللی پیدا کرد. در 8 دسامبر سال گذشته 2022 این مجله در واکنش به سرکوب‌ها در ایران یک مسابقه بین‌المللی اعلام کرد به نام آخوندها بیرون بروند و اعلام کرد که بهترین کاریکاتورها رو چاپ میکنه به شرطی که از خنده‌دارتر از همه باشن و بدترین حالت از علی خامنه‌ای رو یعنی شخصیت علی خامنه‌ای رو نشون بدن. این برای این مجله 300 طرح از سراسر دنیا رسید، کاریکاتور از ایالات متحده، ترکیه، سنگال، ترکیه، اسرائیل و از ایران. امروز شماره ویژه این نشریه با بیش از 300 طرح از 300 طرحی که اومده بود طرح‌های مورد 35 طرح انتخاب و منتشر شد. بلافاصله PDF این طرح هم این نشریه هم توسط ایرانیان روی فضای مجازی گذاشته شد و طرح‌هایی است که نمیدونم من الان در دسترس دارم. بله آقای اسدی الان دارن تماشاگران از اون طرحی که فرستادید میبینن. بله متاسفانه چون تصویر ندارم طرح‌ها رو میبینم. این طرح‌ها از یک سو شخصیت سید علی خامنه‌ای رو در شکل کاریکاتور به بهترین وجه و هنرمندانه نشون داده و از طرف دیگه قدرت زنان ایران مخصوصا اون کفش پاشنه بلندی که عمامه رو زیر پاش له کرده و بقیه طرح‌ها رو نشون داده و در واقع یک تصویری از ماهیت خونخوار حکومت جمهوری اسلامی علی خامنه‌ای و مقاومت مردم و دلاوری زنان ایرانی که با این حکومت جهنمی در حال جنگ هستند. تا امروز تا این لحظه یعنی الان شب در پاریس ساعت 10 شبه دوستان ما در به در دکتر دنبال نشریه شارلی ابدو می‌گردن. احتمال خیلی زیاد به چاپ‌های بعدی خواهد رسید و ما هم قرار فردا به اتفاق جمعی روزنامه‌نگاران با دسته گل بریم به دفتر شارلی ابدو. البته دفتر شارلی ابدو تحت نظارت امنیتیه. بعد از کسب اجازه از پلیس به دفتر خواهیم رفت و ازشون تشکر خواهیم کرد. این یک گوشه‌ای از همراهی رسانه‌های جهانی با مردم دلاور ایرانی که با چنگ و دندان با این حکومت بیرحم می‌جنگند و من به عنوان یک روزنامه‌نویس خیلی خوشحالم که در کشور فرانسه یک نشریه معروف اینطور اقدامی رو انجام داده و چنان این اقدام کوبنده و مهمه که بلافاصله بعد از انتشار روزنامه ساعتی بعد در تهران وزیر خارجه جمهوری اسلامی آقای عبداللهیان اعلام کرد که انتقام خواهند گرفت و دولت فرانسه رو تهدید کرد طبق معمول سنواتی که بعد این کار انتقام خواهند گرفت. این حادثه متفاوتی بود که در قلب زندگی انقلاب زن، زیبایی زن، آزادی زن، زندگی آزادی رو امروز صبح در پاریس صحبت. بسیار عالی جناب آقای هوشنگخان اسدی. به موقع حالا همه چیز اتفاقی شد ولی که فوق‌العاده بود. گزارش جناب عالی مثل همیشه واقعا فوق‌العاده. آقای هوشنگ اسدی حالا من شما رو دارم دیگه نمیخوام ولتون کنم که هرچه بگید من آمادگیش نداشتم و شما همیشه آماده هستید. فکر میکنید که تهدید جمهوری اسلامی در قبال فرانسه چه خواهد بود که امروز صبح عبداللهیان کرده؟ معمولا اینا لفظی الان 30 سال اسرائیل هم تهدید میکنن که انتقام خواهند گرفت و دنیا رو تهدید میکنن، شعار میدن. معمولا یه عده چند نفر احتمالاً جلوی سفارت فرانسه جمع میشن شعار میدن و اگر در روزگار خوش گذشته بود
لابد یه تروریستی چند تا تروریست رو میفرستادن که دوباره بچهای شارلی ابدو رو ترور کنن، ولی الان به نظرم دیگه اینطور موقعیتی رو ندارن و به نظرم هیچ کاری نمیتونن بکنن غیر از اینکه تهدید بکنن. البته باید اینها انقدر جنایتکارن مواظب بود از همه طرف و حتما پلیس فرانسه و دوستان ما در روزنامه در مجله کلیابلا مواظب هستن که با خطر جانی روبرو نشن. آقای هوشنگ اسدی، واقعا یه چیز عجیب و غریبی الان داره تو دنیا در قبال مسائل ایران رخ میده. هیچ وقت اینجوری نبود که دولت‌های دنیا اینجوری یک پارچه علیه یه حکومتی، مخصوصا حکومت جمهوری اسلامی 43 سال گذشته اینجوری بایستن. چی شده؟ بله، من هم مثل شما متوجه که خیلی زود به خاطر این شم روزنامه‌نگاری که داریم متوجه شدم که اتفاقی در دنیا افتاده و اون اتفاق اینه که همونطور که خود آقای ستار عزیز گفتی، دنیا بعد 43 سال متوجه شده که این حکومت به جهل و جور غیر از جنایت کاری نمیکنه، برنامه‌ریزی شده داره برای ساختن اتم پیش میره و با این سرکوب اخیر نشون داد که کمترین رحمی در کارش وجود نداره و همه حرفایی که بچهای ایران که سالهاست به ناچار مثل من شما و میلیون نفر دیگه که کشور تبعید شدن میزنن و اعلام میکنن که این حکومت اصلاح ناپذیره و این حکومت تا وقتی که هست منطقه ایران که هیچی، منطقه و حتی جهان روی آرامش نمیره. به نظر من میرسه که قدرت‌های جهانی متوجه این واقعیت شدن و الان دارن زمینه رو آماده میکنن که به کمک مردم ایران بیان و بالاخره دیر یا زود که امیدوارم هر چه زودتر باشه شر این حکومت جهنمی رو بکنن. خب حالا من به تماشاگران عزیز این دکتر رو یادآور بشم، ببخشید صدای من گرفته، عرض کردم که یه ماهی من مرتب سرما میخورم. جناب آقای هوشنگ اسدی نازنین دوست من سالیان سال تو زندان بوده، یعنی این کسی نیستش که در واقع زجر رو نچشیده باشه و بخواد در موردش صحبت بکنه. بدترین شرایط ممکن رو تو زندان گذرونده، هم در زمان رژیم شاه هم در رژیم آخوندا و همسلولی آقای خامنه‌ای هم بوده. حالا ما در مورد مسائل زیاد صحبت کردیم. آقای هوشنگ خان اسدی، بفرمایید که این حکومت جمهوری اسلامی الان شرایط امروزش در مقابله با مخالفین با شرایطی زمانی که شما رو بردن زندان چیه؟ ما رو زمانی که بردن زندان، بعد یادم باشه یک نکته رو در مورد آقای خامنه‌ای و زندان تکرار کنم، فراموش نکنم. ما زمانی که بردن زندان جمهوری اسلامی در اوج قدرت بود و من حتی تا یک سال نه تنها من، دوستانی با کسانی که مثل من دستگیر می‌شدن در دهه وحشتناک خوفناک 60 معروف به دهه مرگ که به اعدام‌های دست جمعی ختم شد، حتی نمیدونستن خانواده ما کجا هستیم و ملاقات نداشتیم، حتی تلفنی بعد از یک سال یک ملاقات 10 دقیقه‌ای به ما دادن که همسرم وقتی که ملاقات جمعی بود، این همه ما رو با هم بردن، خانواده‌ام با هم بردن توی مدرسه، همسرم نمیتونست منو بشناسه که من کدوم هستم. همسرش که یک سال از کدوم از راست که ریشه‌ها بلند شده بود و وضعیت مثل این داستان فیلم‌هایی که در مورد زندان‌های کولاک و اینا در شوروی نشون میدن. ولی خب الان جامعه بعد از 40 سال که از اون دوران میگذره دچار تحول شده، دو نسل اومدن به وسط و این نسل شجاع دلیل دختران که واقعا ستار جان من حسرت میخورم، هم قصه میخورم هم حسرت میخورم به این نسل جوان زیبای دلاور که توی خیابان هستن، این فرزندان ما، این دختران ما، این پسران ما که با دست برهنه با این جنایتکارا میجنگن. در دوران ما در مردم ایران در افول بودن، الان در عروج هستن. خیلی دیر نیست که از شر این حکومت خلاص بشیم. نکته‌ای که میخواستم بگم یادم نره، به نظر من مهمه یادآوری بیشتر الان در زندان شاه، نگم شاه بگیم، در زندان رژیم گذشته، من یک ماه با آقای خامنه‌ای هم سلول بودم. اولا شرایط زندان و شرایط بازجویی به هیچ وجه قابل مقایسه با دوران بعد از انقلاب نبود. دوران بعد از انقلاب جهنمی بود که غیر قابل تصوره. و مثلا همین آقای خامنه‌ای که الان این همه
قرم بقرم میکنه. حتی یک چک در زندان گذشته نخورده بود، چند بار دستگیر شده بود، حتی یک چک هم نخورده بود. 3 ماهی که من همراهش بودم در یک سلول بودیم با هم، یک چک نخورده بود، در حالی که در زندانی که ایشون درست کرد جوانها رو میکشن، به سکته وادار میکنن، زیر شکنجه قهرمان‌ها رو مرگ و ذلت میکشونن و کاری کردن که واقعا در تاریخ بی‌سابقه است. به هر حال در زمستان 54 وقتی که ما اصلا جدا می‌شدیم، زمستان سردی بود، من صدا کردم برای آزادی و اون موقع که آقای خامنه‌ای یا آخوند به قول معروف دوزاری بیشتر نبود و یک زندانی بود مثل من، بعداً رهبر کبیر انقلاب شد، از سرما می‌لرزید، آدم نحیفی هم هست. من یه ژاکت تنم بود، دلم سوخت، ژاکت رو در آوردم و به تن ایشون دادم به ایشون، گرفت، اول نمی‌گرفت، بعداً گرفت و بعد سرش آورد در گوش من. منظورم این جمله است: گوشنگ وقتی که اسلام صاحب قدرت بشه قطره اشکی از چشمی نمیاد. حالا من میخوام بپرسم آقای خامنه‌ای، این خونها که بر خیابون‌ها میریزه، این مادرانی که زجه میزنن، این کاریکاتورهایی که از قیافه نفرت آور شما در سراسر جهان میکشن، این همون قطره اشک شما میگفتید، این همون اسلامی که شما وعده میدادید؟ من کوچکترین قربانیش بودم که زندانی و تبعید شدم، الان 20 سال از میهن عزیزم دورم، ولی در خیابان‌های تهران، در خیابان‌های ایران، در سراسر ایران زنان مادران زجه میزنن، سجاده‌ها نفرین میکنن و از پنجه‌هات خون میریزه. آقای خامنه‌ای، یادت بیاد اون جمله‌ای که گفتی به حکومتی که ساختی، وای اگر دنیای دیگه‌ای باشه که راست باشه که شما میگی، چه باید با تو بکنم؟ خب حالا آقای هوشنگ اسدی، صحبت از شمع روزنامه‌نگاری فرمودید، درست هم میگید، به هر حال انسان باهوشی هستید، انسان با تجربه هستید. فکر میکنید که ما ملت ایران چه مراحلی رو در پیش داره که آیا در پشت سر گذاشتن اون مراحل به موفقیت، یعنی سرنگونی رژیم می انجامه یا نه؟ چه مراحل ما باید داره؟ انتظار چی رو باید داشت؟ راحت. بله، اونی که تجربه من میگه، اولا به ملت عزیز ایران یادآور میکنم که انقلاب به قول هانا آرنت 200 متر نیست، ماراتونه. ما درگیر یک ماراتون هستیم. ستار عزیزم که ورزشکارم هست این تعبیر رو دقیق‌تر میتونه مطرح کنه. در دوی ماراتون ما میرویم، تازه ماراتون یا و بعد میرسیم به یک دوی 400 متر با مانع که از این موانع میپریم، چوب رو به هم میرسونیم و اون نفر آخر خواهد بود که تناب سقوط جمهوری اسلامی رو پاره خواهد کرد. در این دوی ماراتون 40 ساله ما حکومت جمهوری اسلامی رو، ما همه ایرانیان در داخل و خارج، در نظر سیاسی، از نظر فرهنگی، ببخشید نظر فرهنگی شکست دادیم. جمهوری اسلامی بی‌اعتبار شده، بی‌آبرو شده، همین کاریکاتور نشون میده اینو. از نظر فرهنگی هیچ اعتباری نداره، بی‌ارزش شده، بنابراین ازش سلب آبرو و کردیم. از نظر فرهنگی شکست بوده، اما یعنی در واقع دچار فروپاشی شده، اما از نظر سیاسی هنوز مقاومت با خشن‌ترین شکل سعی میکنه حکومت خودش رو حفظ بکنه. مرحله بعدی که باقی مونده مرحله شکست سیاسی جمهوری اسلامیه که این فقط با امید و مقاومت مردم ایران و همه ما میسر خواهد شد. تاریخ رو نمیشه گفت دیر یا زود انجام خواهد شد. همینگوی میگه که سقوط حکومت ها مثل ورشکست شدن تجار بزرگ میمونه، آروم آروم پیش میره، دیده نمیشه، ولی در یه لحظه فرو میفته که دیده میشه. و این هم درست ما در همین لحظات هستیم، داریم با جمهوری اسلامی آرام آرام یا متون و اون رو سعی میکنن جلوشو بگیرن، لحظات سقوط رو طی میکنیم و خیلی دیر نخواهد بود که در میدان آزادی تهران جشن میگیریم و میرسیم. سوال بعدی من اینه که این چیزی که داره تو مملکت ما اتفاق میفته و پشتوانش هم در خارج از کشوری که ما هموطنان اون تظاهرات میکنن و حمایت خودشون نشون میدن، این بدون رهبره. این میتونه بدون رهبر همینجوری ادامه پیدا کنه تا اون روزی که میگی طناب پاره میشه، یا اینکه این وسط راه یه اتفاقی خواهد افتاد؟ ببینید بدون رهبر که نیست. یک نوع رهبری مدرن
در حال جریان رهبری به جای عمودی رهبری افقی بچه‌های ایران به خودشون به وجود آوردن که این رهبری افقی رو که یکی از کوشش‌های حکومت در این دوران سرکوب این بود که تعداد زیادی رو دستگیر کرد و دنبال لیدرهای این حکومت میگشت، دنبال لیدرهای این رهبری میگشت. اما چون خبرهایی که تا این لحظه من دارم و امیدوارم درست هم باشه، حتی یک لیدر رو هم نتونستن دستگیر کنن، با اینکه تور بزرگ پهن کردن، خیلی زیادی رو گرفتن، حتی بنابراین سعی میکنن افرادی رو به زور لیدر معرفی کنن. بنابراین شرایط مبارزه، حکومت خشن، سرکوب بیامان و نیروی سرکوبگر بیامانی که جمهوری اسلامی درست کرده به بچه‌های داخل کشور، به دختران و پسران عزیز ما یاد داده که یه رهبری افقی داشته باشن. اگر این رهبری افقی به طور تدریجی یک رهبری در داخل کشور شکل خواهد گرفت، رهبری خارج هم که همین روزها اولین نشانه هاشو دیدیم که به صورت ائتلاف شکل گرفت، این دو تا رهبری به هم خواهد پیوست و سرانجام مصاحب یک انقلاب به صاحب رهبری خواهیم شد. اما به نظر من رهبری کلاسیک نخواهیم داشت دیگر در جهان معاصر. به خاطر تعدد و تکثر افراد و دیدگاه‌ها رهبری افقی نخواهیم داشت. چون اینجوری نخواهد بود که یک نفر بیاد اون بالا قرار بگیره، دستور بده، حکومت درست کنه و بقیه بگن که رهبری رو ادامه پیدا کنن، برای که این نوع رهبری خواه نخواه به استبداد منجر خواهد شد. بنابراین ما یک رهبری افقی در سطح داخل ایران داریم، این رشد خواهد کرد و نمادهاش بیرون خواهد اومد، همینطوری که میبینیم مثل علی کریمی، مثل علی دایی و ترانه علی دوستی و دیگران. اینا همه رهبری یعنی چی؟ رهبری یعنی کسانی که حرکت میکنن همراه مردم و به مردم امید و قدرت میدن. در خارج کشور هم خوشبختانه و دست اونا شاهزاده رضا پهلوی و دیگران هستند که اینا همه چهره‌های محبوب مردم ایران هستند و این مجموعه به پشتیبانی بی‌سابقه جهانی، دولت‌ها، جراید جهانی، افکار عمومی جهان برخورداره و در نتیجه دیر یا زود به اون رهبری افقی مورد نظر مردم که دموکراتیک هم خواهد رسید. ستار جان ببین، بی خود 600 نفر از بزرگترین هنرمندان دنیا، از رابرت دونیرو بگیر برو تا هر کی که میشناسی، از ترانه علی دوستی دفاع کردن. این اصلا در تاریخ دنیا بی‌سابقه است. بله و همه و در همه زمینه‌ها، همین شارلی آبدو که امروز بحث صحبت ما بود، من در بیمارستان یک ماه پیش بستری بودم، هر پرستار، پزشک، هر کی رد می‌شدن تا من میگفتم من ایرانی هستم، مشتشون رو گره می‌کردن، میگفتن زن، زندگی، آزادی. یعنی تا اعماق جامعه رفتن. همسایه‌ها ما رو می‌بینن میگن زن، زندگی، آزادی. بنابراین این انقلاب جهانیه و ملت ما این افتخار داره که در رأس یک انقلاب دموکراتیک جهانی بگیره. من با تمام غمی که می‌خورم، رنجی که میبرم از گرفتن بچه‌ها، میدونم اینا تو زندان با بچه‌ها چی کار میکنن، چه بلایی سر اون سلولای انفرادی لعنتی، چه بلایی سر بچه‌ها میارن، مخصوصا دختران عزیز ما که مثل دسته گل میمونن. ولی این رنج رو با این شادی قلبم، شادی قلبم دنبال میکنم که اینها جواب خود را خواهد گرفت و همه آخوندها همونطوری که شارلی ابدو در رو جلدش کشیده و باز خواهم گشت به نوبتتر مادرشون. از بینندگان معذرت میخوام که این عبارت خیلی کاریکاتور من دیدم، خیلی تعجب کردم. گفتم دیگه اینا زدن به سیم آخر. آقای هوشنگ اصلی، یه شاید سال آخرم باشه ازت، این تغییر تحول انقلابی که من و شما در موردش صحبت میکنیم، فکر میکنی که مرحله به مرحله خواهد بود یا یک دفعه مثل زمان شاه همه چیز در عرض 24 ساعت فرو میریزه و یه حکومت دیگه میاد و یه دولت دیگه میاد و اینا؟ فکر میکنی که چجوری خواهد شد؟ همونطوری که گفتم ما در جریان یک انقلاب مداوم هستیم. موج‌های انقلابی میان، موج در موج میرن تا موج آخر باید یک حکومت، همونطوری که گفتم، یک سیستم اداره کننده کشور از بالا تا پایین به صورت افقی نه به صورت عمودی به وجود بیاد. چون توجه کن کشور بزرگی مثل ایران
قبل از اینکه این حکومت بیفته باید سه شکل فکر کنن که این کشور چطوری اداره کنن، این خرابی‌ها رو چطوری جبران کنن، چطوری از تجزیه کشور جلوگیری کنن. بسیار مسئله مهمی، مهمتر از خود انقلاب به نظر من تحویل گرفتن ایرانیه که نسل قبل از ما ساختن و تحلیل این آخوندهای جنایتکار دادن و الان تقریبا به ویرانه‌ای تبدیل شده. بنابراین به نظر من ما مرحله به مرحله پیش خواهیم رفت، اون ساختار به وجود خواهد اومد و اون ساختار حکومت رو تحویل خواهد گرفت و مطابق میل مردم، رأی مردم و نظر مردم. حالا فکر میکنید که اپوزیسیون خارج از کشور میتونه اونجا به قدرت برسه یا از خود داخل ایران یا ترکیب از این دو؟ ببینید من ستار جان خیلی به لفظ داخل و خارج به کار نمیبرم. من میگم اپوزیسیون ایران. هر ایرانی هر جا که هست مخالف جمهوری اسلامی، البته عده‌ای هم نیستن ولی درصد عمده ایرانی‌ها همه جای دنیا که زندگان ایرانی هستند و مخالف جمهوری اسلامی هستند و این دو در اتحاد با هم، در همکاری با هم مثل یک تقسیم کار اعلام نشده، یه بخش اونا پیش میبرن یه بخش اونا پیش میبرن. مثلا مشروعیت زدایی از جمهوری اسلامی رو رسانه‌هایی که خارج از ایران هستند در طول این 40 سال انجام دادن. رسانه‌هایی مثل رسانه تو، رسانه‌های دیگه مشروعیت زدایی رو انجام دادن، مقاومت مردم، صدای مردم رو به گوش دنیا رسوندن، به گوش دولت‌ها رسوندن. الان با دولت‌های مختلف در حال مذاکره هستن با قوای دنیا و این نیروی عظیمی از ایرانیان عزیز که در همه ارگان‌های جهان، در پارلمان‌ها، در ادارات، در سازمان‌ها که بین‌المللی به قدرت رسیدن، در بانک‌ها، همه دارن نقش خودشون الان ایفا می‌کنن و همه دست به دست هم دادن و همه یک چیزی می‌خوان در موردی که ایران رو پس بگیره. هوشنگ جان اسدی، من واقعا به تبریک میگم، خیلی قشنگ گفتی. یعنی اصلا به قدری قشنگ گفتی، به قدری زیبا گفتی که بعضی وقت من نگاه می‌کنم تلویزیون‌ها، آدم‌ها، مبارزین اینا همدیگه رو دارن خراب میکنن که میخوان مسابقه گذاشتن که کی زودتر برسه به مقامی، به جایی، به مکانی. و این قشنگ با جملات زیبا گفتی که آقا یه ایرانی داره مبارزه میکنه و این صحبت سهم گرفتن، سهم دادن نیست. همه سهم دارن، همه. خیلی قشنگ گفتی هوشنگ جان. جناب آقای اسدی نازنین گرامی، مرسی عزیزم، لطفه. خیلی وقت بود، یه سالی بود هم دیگه رو ندیده بودیم، تو برنامه نبودی. حالا ان شاءالله که ولی خب در شرایط خوبی شروع کردیم با امید و عشق. امیدوارم که با طبقه 13 هم بیایم تلویزیون تو رو ببینیم، اونجا باید مصاحبه کنیم. قربونت برم. هوشنگ جان خیلی قشنگ بود. یعنی من از این دیدگاه مثبت توی برنامه یه چهره دیگه ای من از هوشنگ اسدی، سردبیر سابق روزنامه کیهان، رفیق خودم، همکلاسی خودم دیدم که من امیدوار کرد وای بار مردم. سپاسگزارم هوشنگ جان. مرسی. امید دیدار در ایران ان شاء الله. هوشنگ اسدی، زن زندگی آزادی. درود بر جناب هوشنگ اسدی از پاریس، فرانسه. خیلی خوب، به اینجای برنامه که میرسیم با تو خداحافظی میکنم و من تحت تاثیر صحبت هوشنگ اسدی قرار گرفتم. باور بفرمایید، با تو خداحافظی میکنم. سپاسگزارم از شما، سپاسگزارم از امیر شهرتی، کارگردان فنی جبهه خودمانی در تلویزیون ملی پارس و یک سپاس دارم، سپاس بیکران و یک درود دارم، درود بی پایان بر ایزد یکتا که به ما جان داد تا فدای ایران کنیم. شما روز خوش.